یه بار یکی پدر منو دید، گفت اومد نشست پیش پدرم، گفت که آقا شما آدم با بزرگی هستین، میتونم یه خواهشی از شما بکنم؟ پدرم گفت بفرمایید. گفت که با این عظمت بزرگی شما حیف تریاک میکشید. پدرم سیگارم نمیکشید. گفت حیفت، نکنین این کارو. پدرم گفت به چشم. من اومدم گفتم آقا شما که سیگارم نمیکشید، تریاک. گفتم برای چی گفتی؟ گفت من اگه بهش میگفتم که نمیکشم که قبول نمیکرد. گفتم به چشم. راضی شد رفت. من خودم که میدونم خیلی چیزا میگم به چشم. نه با کسی بحث کن، نه از کسی انتقاد کن. هر کی هرچی گفت بگو بله حق با شماست، خودت هم خلاص کن. آدمایی که عقیدتو میپرسن نظر تو رو میخوان که با عقیده خودشون موافقت کنی. بحث کردن با آدما اصولا بیفایده است. من دیگه بحث